همدیاران عزیز، باعث افتخار و خوشنودی همه ما شهروندان کشور است که سال 1991 ازبکستان برابر دیگر جماهیر اتحاد شوروی از اولین ها شده استقلال دولتی به دست آورد. سال جاری خلق سرملت جمهوری 32مین سالگرد استقلال را با کامیابی‌های نظررس جشن خواهد گرفت. یکی از بزرگترین آنها به شبهه صداقت و آیین دوستی خواهد بود. تأکید کردن جایز است که با سیاست خردمندانه پرزیدنت رشته‌های دوستی و زنجیر عنعنه‌های میراثی اجداد بزرگانمان با جمهوری‌های همسایه مستحکم و قوی می‌گردند. واقعاً دوستی خلقای تاجیک و ازبک تاریخی دور و دراز دارد. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، دردی در جایت میکنم. هر لحظه هستم انتظار در عهد عشقم استوار، به تو شوم من خوار و زار، دردی در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. افسانه یاران شدم، سرسان و سرگردان شدم، بیهوده من نالان شدم، درد در جایت میکنم. افسانه یاران شدم، سرسان و سرگردان شدم، بیهوده من نالان شدم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. ای شهپری پرواز من، ای همدم و همراز من، ای مظهری اجاز من، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم، درد در جایت میکنم، جان را فدایت میکنم. بنا با قرار سراسمبلی سازمان ملل متحد 30 ایول در تمام جهان همچون روزی بین الخلقی دوستی جشن گرفته می شود. با تشبث رهبر دولت این روز در ازبکستان نیز همچون روزی دوستی خلقا قید می گردد. در کمیته عاید به مناسبت‌های بین المللی و علاقه‌های دوستانه با مملکت‌های خارجی بخشیده به روز جهانی دوستی نشست مطبوعاتی برگزار شد. مراسم گلگزاری در پایه مونومنت استقلالیت در باغ ازبکستان نوی پایتخت برپا گردید
نمایش اثرهای صنعت تصویری بین الخلقی پالیتر دوستی در نمایشگاه مرکزی اکادمی بدیعی تشکیل کرده شد. در ازبکستان آفتابروی امان ملت‌های گوناگون زندگی میکنن. من 3 سال این جانب 30 ایول همچون ایدی دوستی خلق جشن کرده می شود. من بینید که امروز ما هم از ولایت نمنگان در این چهاربینی اشتراک داریم و این ایدی دوستی با فخر گفتم ممکن که در تمام گوشه کنار ازبکستان جشن کرده ایستاده است. در برشان همچون لباس‌های ملی تنوار این روز فرخنده را همچون ایدی کلان جشن کرده ایستادند و بینید که در کیفیت این مردمان روحیتی بلند دارند. ذوق نبردن علاج نیست، چونکه من بینید که رسامان همین خیلی تصویرهای خوشروی ifade کرده کن. اینم بینید که در این ifade ها ما همچون دوستی خلق ها را دیدن همه ممکن. این همه صورت ها تصویرها این اکوسی همه دوستی ملت گوناگون ها ifade میکند. نمایشگاه اثری شاعران و نویسندگان خلقای برادر با نام دوستی ادبی دوستی ابدی تشکیل گردید. در قطار همین ملت ها شکری بسیار که تاجیک ها هم جشن میگیرند این روز را با خوش و خرسندی. من در اتحاد نویسندگان ازبکستان برگزار می شود. این هم یک واقعه مهم برای آنهایی که با زبان تاجیکی می نویسند. این زمان یک بسیار واقعه های خرسندی بخش 2-3 سال آخر روی داد، از جمله شورای تاجیکی که برهم خورده بود از نو برقرار گشت. من در دیروزه انجمن ایجادکاران جوان که در جامین برگزار شد از تاجیک ها هم اشتراک کردند 2-3 نفر. آغاز سخن ما از نوایی جامع شود. در عصر 20 این دوستی یک از ساحه ادبیات هم گل شکفت. استاد عینی رهبری کردند، قادری و دیگر نمایندگان برای خلق برادر دستگیری کردند. در دوره بعدتر ثانی ترسنزاده و آیبک، میرتیمر و اولوزاده و دیگر نسل ها از جمله یکی جانبه قوناق هم به میدان آمدند با عبدالله عارف برات با قابل و دیگر ها. همین قدر دوستی که بود هوس انگیز. من امید میکنم که این دوستی باز از نو برقرار شده در دوره‌های نو، دوره‌هایی که فرا میرسد باز گل میشکفد و برای مهر و عاقبت مستحکم شویش زمینه میگذارد. شاعر و نویسندگان ما با کدام زبان ایجاد نکنند، قبل از همه مادر وطنی عمومیشان ازبکستان را مدح می کنند. خلقها را به وحدت و یکدلی در راه رسیدن به مقصدی عالی یگانه دعوت می نمایند. در دوام چاره‌بینی شاعران و نویسندگان با برآمد و شعرخوانی با زبانهای گوناگون خاطر اشتراکداران را بالیده داشتند. دوستی ادبی دوستی ابدی میگن. ادبیات دوستی ابدیت. ما امسال همراه برادران تاجیکستان، ایجادکاران تاجیکستان و ولایت سوخت و ولایت جیزخ، دو ولایت همکاری کردیم و یک کتاب نوین از ایجادکاران هم به زبان ازبکی هم به زبان تاجیکی به 2 زبان چاپ کردیم که مهرنامه نام دارد و تقدیمات این کتاب را در شهر خوجند گذراندیم. در آنجا ایجادکاران ولایت سوخت اشتراک کردند و در ولایت جیزخ همچنین گذراندیم و تکلیف کردیم. ایجادکاران ولایت سوخت اشتراک کردند، واخوری‌ها با اهالی با کتابخوانان. این در این روزهای هفته کتاب در ازبکستان جشن گرفته می شود. هر سال در همین روزها تشکیل کردیم. عجایب گذشت برای نسل آینده، برای جوانان امروزه. من همیشه ما باید نمایش دهیم صنعت خودمون، ادبیاتمون، عنعنه‌ها، قدریت‌ها همین برای جوانان باز برای نسل آینده میرسونیم. همچنین تحت نام موقع دیپلماتی خلقی در مستحکم نمودن دوستی خلقا انجمن بین الخلقی برگزار شد. البته
کشوری که در آن مردمش هم فکر، هم مسلک، هم جهت و دوستانه حیات بسر میبرد، رو به ترقی می نهد، گل گل می شکوفد. Toshkent shahrida xalq diplomatiyasiga bag'ishlangan konferensiyaga Tojikistondan tashrif buyurdik. Aslida Tojikiston bilan O'zbekiston orasida xalq diplomatiyasining ildizlari qadim-qadimga borib taqaladi. Keyingi yillarda xalq diplomatiyasini yana ham mustahkamlash masalasida turli ishlar olib borilyapti. Biz ham Tojikistonda jamiyat tashkiloti sifatida o'z tarafimizdan qo'ldan kelgancha bu masalada ishlarni amalga oshiryapmiz. Jumladan O'zbekistonda turli tashkilotlar bilan, mana Millatlararo munosabatlar va do'stlik qo'mitasi bilan, Madaniyat vazirligi bilan, undan tashqari mana O'zbekistonda yangi tashkil etilgan vatandoshlar fondi bilan juda faol ishlarni olib boryapmiz. Mana shu yilning mart oyida Tojikistondagi vatandoshlar uchun 200 dan ortiq odamlarni yig'ib, vatandoshlar fondi bilan birgalikda Navro'z tadbirini nishonladik. Hazrat Alisher Navoiyning tug'ilgan kunlarini nishonladik. Yoki o'zbek tili kunini Tojikistonda har yili vatandoshlar bilan munosib nishonlaymiz. Ya'niki mana shu xalq diplomatiyasi, xalqlar ora diplomatiya, odamlar orasidagi diplomatiya bu borgan sari yildan yilga kuchayib boryapti, yildan yilga aloqalar mustahkamlanib boryapti. Juda ko'plab tahlilchilar shuni qayd etishyaptiki, Markaziy Osiyoda umuman barcha davlatlar bilan O'zbekistonning aloqasi 2016-yillardan boshlab qayta mustahkamlana boshlandi. Ya'ni bu mintaqada yangi integratsiya jarayoni boshlandi. O'z tarafida biz jamoatchilik tashkilotlari faollari ham qo'ldan kelganimizcha mana shu munosabatlar mustahkamlanishiga, xalqimizning kelajakda farovon yashashlari uchun mana shu davlatlararo, xalqlararo munosabatlar xizmat qilishi uchun qo'limizdan kelganicha xizmat qilishga tayyormiz va shu masalada tunu kun o'z mehnatimizni sarflab kelmoqdamiz. در ازبکستان هماهنگی و همجهتی ملت و خلقیت‌ها در روح گشاد دیلی، وطن دوستی، حرمت به ارزش‌های ملی، تربیت نمودن نسل نورست یکی از وظیفه‌های مهم سیاست دولت به شمار می‌رود. O'zbekiston Respublikasida vatandoshlar fondini ta'sis etilganda biz ham o'sha ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlari orqali ko'rib juda bir xursand holatda edik. Chunki o'sha shaxsan o'zim aynan o'sha qanday ishlarni, rejalar bilan tanishib chiqib juda xursand bo'lgandimki, aynan shu xorijdagi vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash, og'ir ahvolda qolgan bo'lsa, imkon darajada o'shalarga yordam berishlarni inobatga olingan ekan. Bilasizmi, shu vatandoshlar fondi tuzilgandan keyin menimcha o'ylaymanki, bizning o'zbeklar va ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan birinchilar qatorida memorandum imzoladik. Va o'sha memorandum bo'yicha ko'p rejalar bo'yicha, boshqalar bo'yicha uchrashuvlar, hokazolarni amalga oshirib kelyapmiz. Bularda ishlardan quvonchli tomoni haqiqatdan shu vatandoshlarga nima ish qilinishi kerak bo'lsa, undan oshig'i bilan qilinib kelyapti. مکافاتانیدن مرکزهای ملی فرهنگی جمعیت‌های دوستی و همکاران خارجی با مکافات‌های دولتی و نشان سریسینگی دوستی خلقا در دایره چهارچوبی محفل به عمل آمد. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgan ayni bir pallada yangi O'zbekiston tomonidan vatandoshlarimizga qaratilayotgan mana shu e'tibordan juda ham mamnunmiz va men fursatdan foydalanib O'zbekiston Respublikasi hukumatiga va O'zbekiston Respublikasi prezidenti hurmatli Shavkat Miromonovichga mana shunday e'tibor uchun o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman va o'ylaymanki, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarimiz yana ham kengayadi va biz mana shu ishlarda kamarbasta bo'lamiz va kelajakda mana shu hamkorliklarni, do'stligimizni mustahkamlash uchun harakatda bo'lamiz va xizmat qilamiz. این عید دوستی، این چی است؟ این آسایش خاندان ما، تبسم لب‌های ما، علیه مادران ما، گریه و خنده های شیرین کودکان ما. و به سبب نیست که راهبر دولتمان پرزیدنت محترم ازبکستان شوکت میرامانویچ میرزیایف بارها تاکید کردند که ازبکستان کشوری بای است. ریسورس های طبیعی زیاد دارد، اما اساسی ترین
غناوت ازبکستان، بایگری ازبکستان این خلقهای سرملتی است و میبینم که سالهای آخر آنقدر دگرگونی شد که مثل اون تاریخ ندیده است. نه فقط در مرکزها بلکه در دوردستترین ناحیه ها هم ما همین را برالله میبینیم. مثلا در ناحیه سوق، ناحیه سوق 5 سال 6 سال پیش تماما قیافه دیگر داشت. امروز یک قیافه شهر زمانوی را کسب کرده است. گفته می توانیم که در ازبکستان نو نه تنها مرکزها شهرها بلکه دوردستترین دهات هم نو می شود. به خاطر کی؟ به خاطر مردم، به خاطر انسان. ما باید به قدر این رسیم اون همه خدمت هایی که ما ناارزنده ما را به نوبت گرفته به این مکافات های زیاد که اعتراف کردن به پرزیدنت محترم ما، به حکومت مملکت صمیمانه از نام تاجیکان ولایت فرغانه منتداری اظهار میکنم. بگذار وطنمان همیشه آسوده آباد باشه. اینچنین در انجمن دوستی مراسم مکافاتانیدن غالبان آزمون ویدیو رولیکای دوستی برگزار گردید. O'zbekiston teleradio kanalida do'stlik muharririyati bor. Bu do'stlik muharririyatida turli millatlar faoliyatini yorituvchi ko'plab ko'rsatuvlar borda. Endi bularda koreyslarda o'zini ko'rsatuvi bor, qozoqlardagi, tojiklardagi. Shular orasida mana o'ziga ko'rsatuvim bor, O'zbekiston umumiy uyimiz. Bu O'zbekiston umumiy uyimiz ko'rsatuvida shu millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi hamda milliy madaniy markazlar faoliyati yoritiladi. Biz o'sha ko'rsatuvlarda to'g'risini aytganda bugun men 3-o'rinda oldim. Bu kutmagandim ham, chunki bu yerda menga o'xshab millatlarni yoritadigan, milliy madaniy markazlar faoliyatini yoritadigan jurnalistlar juda ham ko'p. Tajribali jurnalistlar ko'p, bilimli jurnalistlar ko'p. Lekin shular orasida menga ham 3-o'rinni berishdi. Men bunga juri a'zolariga rahmat aytaman. Umuman to'g'risini aytganda bu mukofot meniki deb o'ylamayman, chunki bilasiz bu ko'rsatuv qilayotganingizda buni ortida rejissyorning mashaqqatli mehnati yotadi, tasvirchining mehnati yotadi, hatto chiroq ustasining, montaj ustasining ham mehnati borda. Bu mukofot men ularniki ham deb o'ylayman, chunki bu ko'rsatuvning muallifi bo'lish butun bir jamoaning mehnatida bu. Shuning uchun men millatlararo munosabatlar qo'mitasiga ham rahmat aytaman. Mana shunday jurnalistlarni, ijodkorlarni bir rag'batlantirish maqsadida mana shunday do'stlik festivali tashkil etgan ekan. Bunday festivallar ko'p bo'lsin. مقصد و هدف فستیوال دوستی باز هم قرین‌تر نمودن مناسبت‌های مردمی گوناگون ملت ازبکستان بوده. اعتبار به قدریت و عنعنه و عادت‌های ملی می باشد که این حالت در محصول ایجادکاران در شکل ویدیو رولیکا انعکاس خود را یافت. ما امروز جشن bütün millet‌ها جشن است که ما هم جمع شدیم، دیدیم که رولیکوی به زبان هر خیل ملت ها، هر خیل زبان ها. لیکن در این من خرسان شده که طرف هم همیشه که هر یک گرفتگی ویدیو رولیک خودش عکسش یافتگی، آدمش یافتگی، دورش یافتگی و وظیفه بهش خودش ماندگی هر یک ایجادکار دیده و تماشا کرده. بسیار آدم خرسان بشد. من امروز که دیدگی رولیکم بود، یکم جای گرفتگی به 25 میلیون، دوم جای گرفتگی به 15 میلیون، سوم جای گرفتگی به 10 میلیون. این از طرف دولت ما همچنین یک شرایط کرده بودیم که به ملال یاشا جادکارا همین دیده هم جای رو رفته خودش به کادر بگرفته، همین فیلم کار گرفته و برآورده آمده تصدیقش حکما گذاشته همین نشان دادن که در اینجا همه خرسان شد و این دوستی، این برادرای همدیگرش، همجهتیش یکم سال نه این دوم سال آموزش شده که چه من یکم سال بندیده دوم سال بعد یعنی هم قدرش بلند شده این فستیوال، یعنی هم آدم‌ها جمع شدن هر طرف و هر ملت و هر دولت با اومده خودشون فکرشون خودشون همچنین حاضر رولیکوشون جمع کرده آورده نشان داشتند. ما ازبکستان بسیار ملتی دولت هست، هر ملت های حرمتش جایش میماند. شعار کتاب است که دیده را نبود تماشای به از دیدار دوست، دیده را نبود تماشای به از دیدار دوست، گوش را خوشتر صدای نیز از گفتار دوست،
گوش را خوشتر صدای نیست از گفتار دوست، مهر می جوشد به دل از دیدن هر بار دوست. خلاص سیاست کنونی ازبکستان این صداقت با آیین دوستی خلقا، همجهتی ملی، تأمین حیات آرام و آسوده، فراخدیلی و برادری و برابری است. خداحافظ. غم براری دلم هستی، تو شراری دلم هستی، تو که خود خوبی زمانی نرود از تو جوانی. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی، میکنم بر دعای ای عزیز دوست جانی. شراری دلی من دوست، تو مداری دلی من دوست، تو بهاری دلی من دوست، مان کناری دلی من دوست، چی خورم غمی غم را تا تو یاری دلی من دوست. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی، میکنم بر دعای ای عزیز دوستی جانی. با تو از غم نترسم، زی بشوکم نترسم، زی بلادم نترسم، زی عدو همه نترسم، تو اگر کنار باشی زی دو عالم نترسم. نفسی بهار داری ای رفیق تو مهربانی، شادی قلبی تو بسیار ای دوست غمخوار، هرگز نشو خوار. مگون دو تکرار به تکرار، افتخاری منی ای دوست، ای دوست تو شراری دلم هستی، تو که خود خوب زمانی نرود از تو جوانی. همه این زور و توانی به غم و غصه بیمانی، میکنم بر دعای ای رفیق تو مهربانی.